قرغیزستان روز 9 اکتبر مشق حربی سپاد را در قلمروش بیکار کرد و یک روز بعد گفت در آزمایش‌های سازمان در تاجیکستان شرکت نخواهد کرد. حالا کشورهای عضو سپاد در دوشنبه بدون نظامیان قرغیز تمرین انجام می‌دهند. دست کشیدن قرغیزستان از این تمرین‌ها بحث‌های را در دوشنبه و بیشکک به بار آورده است. همکارم مومین احمدی در این باره با تحلیلگران صحبت کرده است و حالا در استودیو با ما است. مومین، نظر جانب تاجیکستان و دلیل طرفی قرغیزستان در رابطه با این تصمیم چی است؟ سلام بینندگان عزیز. زرانگیز مقامات تاجیک رسما چون همیشه در این باره شرح ندادند، ولی زینالدین سفرов وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کردن یا نکردن قرغیزستان در این تمرین ها چیزی رو دیگر نمی کند و تأثیری به کار سپاد یا خودپیمانی امنیتی دست جمعی نخواهد داشت. با گفته او اگر کشوری که واقعا از تهدیدهای بیرونی نگران است با این سازمان همکاری می کند. او برگزاری مشق‌های این سازمان در حدود تاجیکستان را مهم دانست. از این پیش مقامات قرغیز پیشنهاد کرده بودند که باید در آیین‌نامه این سازمان تغییرات وارد شود. از جمله مراد ایمانقلوف دبیر شورای امنیت قرغیزستان گفته است که این سازمان از مناقشه در میان کشورهای عضوش باید پیشگیری کند. البته این سازمان سال 1993 تأسیس یافت و هدف اساسی از پشتیبانی از تهدیدهای بیرونی به خاک کشورهای عضوش است. تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، بلاروس و ارمنستان عضو این سازمان هستند. گرجستان، آذربایجان و ازبکستان از این سازمان سالها شد که بیرون شدند. این حرف هم صدا می‌دهد که شاید قرغیزستان از این سازمان بیرون شود، ولی مقامداران قرغیز گفتند که چنین نیت ندارند. مرز سریف سیاستشناس قرغیز گفته است حالا میان آذربایجان و ارمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان و روسیه و اوکراین مناقشه وجود دارد و این سازمان زیر نظر روسیه به بحران عمیق غوطیده است و در گمان است که از آن بیرون شود. او با این نظر است که دیگر روسیه این سازمان را اداره کرده نمیتواند. مومین، بحث ها اطراف سپاد بیشتر به سود کی است؟ کارشناسان در این باره چی میگویند؟ ببینید زرانگیز یک عقیده عمومی در این باره وجود ندارد. برخی کارشناسان در دوشنبه میگویند قرغیزستان با بهانه دست کشیدن از تمرین در مشق‌های سپاد باری دیگر خواست نشان دهد که تاجیکستان را در این مناقشه گناهکار کند. البته حالا هیچ تحقیق مستقلی درباره مناقشه‌های مرزی انجام نیافته است و کسی گفته نمیتواند که اولین تیر را در این مناقشه کدام طرف پرانده است. خورشید یحیایف یک کارشناس تاجیک گفت قرغیزستان در این بحث میخواهد نشان دهد که او جبر دیده است و گفته او خاموشی و بیعملی تاجیکستان در این برابر این دعوا را زیادتر تقویت میدهد. این کارشناس تخمین میزند که هدف قرغیزستان با یک طرفه بستن مرز، خریداری بی‌سرنشین‌های بیرقدار از ترکیه و شرکت نکردن در مشق سپاد یک نوع فشار بالای دوشنبه است که در حل مسئله مرز گذشته بیشتر کند. او گفت حالا دو جانب بر اساس حجت این مشکل را حل نکردند و قرغیزستان راهی فشار را پیش گرفته است که این بیشتر تشویق جنگ است. خورسند خورموف شارح رادیوی آزادی میگوید که جامعه قرغیزستان نسبتاً باز است و یک سبب اساسی دست کشیدن قرغیزستان میتواند این باشد که مردمش نارضا است. با گفته او حکومت این کشور نمیتواند نظر جامعه شهروندی و افکار آن را نادیده گیرد، در حالی که بعد درگیری ها در مرز به نظر می رسد که جامعه قرغیزستان خیلی احساساتی است و تصمیم های حکومتش را بیش از هر وقت تنقید می کند. تشکر مومین. تفصیلات این صحبت ها را شما می توانید در سامانه آزادی پیدا و مطالعه کنید.